بلومینگ ژلتو واردار، رو پالت بکش. از لاکشر سفید استفاده کن. میخوایم یه گل رز عمقدار بکشیم. تو ویدئوی قبل کشیدن گل برگا رو میتونید ببینید. همینطور که طرحتون میکشید گل رز بازتر میشه. به دلیل داشتن بلومینگ ژلی که زیر کارته. بعد از اتمام گل برگا حالا یه لاکشر آب نباتی بردار، بزن روی کارت. بعد بذار تو دستگاه خشک بشه و حالا بیا با پینسل سفید دور گل برگاتو دورگیری کن. امیدوارم از این طراحی لذت برده باشی و بتونی ازش استفاده کنی.